اولین اتاقی که داشتم شکم مادرم بود. اولین غذایی که خوردم شیر مادرم بود. اولین تختی که روش خوابیدم پاهای مادرم بود. اولین آهنگی که شنیدم صدای لالایی مادرم بود. اولین عطری که بو کردم بوی تن مادرم بود. اولین پناهم آغوش مادرم بود. اولین معلمم مادرم بود. اولین دکترم مادرم بود. اولین دوستم مادرم بود. اولین عشقم مادرم بود. اولین کسی که دستمو گرفت. اولین کسی که تو مشکلاتم کنارم بود. اولین کسی که منو از خودش بیشتر دوست داشت مادرم بود. میگن اولینا هیچ وقت فراموش نمیشن و مادر اولین و فراموش نشدنی ترین آدم زندگی همه ما هاست. اون وقت به نظر شما مادر ارزش پرستیدن نداره؟ مادر تو خدای منی، تو عشق منی، تو جون منی. ایشالله خدا به تمام مادرای ایران زمین سلامتی و عمر با عزت بده. نشنیدم بگید آمین.